دوستان صافکاری که به حساب برکات آموزشی و نمیدونم فلان مذارین داخل اینستا، امروز یک ترفند برای خط‌دراری دور در صندوق عقب 206 دیدم از یک اساتید بزرگ در شهرستان زرقس. دوستان نوار، نگاه یک نوار اینجوری پیدا میکنین، مذارین دور خط، بعد با پیچ MDF نگاه پیچ MDF پیچ میکنی بعد بالاش هم بطور میزنی. این خط نگاه دوستان، حالا بعد یه خورده ترک میکنه نداره، اینا تو صورت معلوم نمیکنه. نگاه میای پایین تا اینجا رو نگاه، تا اینجا این نواره هست. یعنی واقعا نوبره جوش داده اینجا خدا وکیلی اصلا. یا در صندوق برش داده، حالا این هم نداره برش داده، حالا بعد جوش مخوره. اینو دیگه جور اینجوری کردی نه سنگ فرد خدا وکیلی دمه دیگر. مشتریش هم خوبه، یعنی سر زبان داره ماشاءالله. این خدا وکیلی این اصلا از صبح آمدم داشتم کار میکردم، گرم کار شدم، بودم من یک خورده این در صندوق رو بهتر کنم، از این حالت فرال دایی ندارم، ولی اینو که دیدم دیگه واقعا قفل کردم. خدا وکیلی دمه دیگه. این پیچ 4 ماشاءالله 2 متر ای خدا شکر.